سلام. خبرهای رادیوی آزادی را از روز پنجشنبه 25 سپتامبر من خیرمان بخوزاده تقدیم میکنم. در جلسه شورای هماهنگساز دادستانهای کل کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در دوشنبه مسئله‌های مبارزه ضد جنایتکاری در قلمرو کشورهای عضو بررسی شده است. نشست امروزه با اشتراک دادستانهای کل و معاونان کشورهای بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، آذربایجان و روسیه برگزار گردید. در یک صحبت کوتاه با خبرنگاران قبل از آغاز نشست، دادستان کلی تاجیکستان شیرخان سلیمزاده چنین گفت: در جلسه 14 مسئله بررسی می شود. این مسائل برای نظارت اجرای قانون‌ها درباره مبارزه با جنایتکاری و رعایت حقوق و آزادی‌های انسان بسیار مهمند. باستانشناسان آثارخانه بریتانیا که بازیافت‌های خزینه عامو را نیز نگه می‌دارند، تصمیم دارند بعد بازگشت از دوشنبه به لندن موضوع به تاجیکستان آوردن چند نمونه از نسخه‌های این خزینه را مطرح کنند. این باستانشناسان که با یک سفر آشنایی با شرایط آثارخانه‌ها به تاجیکستان آمده بودند میگویند تاجیکستان هیچگاه برای برگردانیدن خزینه عامو به بریتانیا رسما مراجعت نکرده است. خزینه امودریا که عبارت از اشیاءهای متعلق به قرن‌های 3 و 4 پیش از میلاد است، در آخر قرن 19 از جانب کشاورزان تاجیک از موضع تخت سنگین قبادیان امروزه پیدا و به بازرگان هندی فروخته شد. بعداً این بازیافت‌های گران ارزش تاریخی به افسر انگلیس افتاد و از آنجا تا بریتانیا رسید. همکارم زرنگزی نوروزشاه در یک صحبت اختصاصی از جان سیمپسون مسئول بخش یادگاری‌های شرق آثارخانه بریتانیا پرسید که آیا تشکیل چنین یک نمایشگاه در تاجیکستان امکان دارد؟ ما اصلا در سالهای 2004 در پاریس و 2006 در برلین مخصوص بازیافت‌های خزینه عامو را نمایش نداده بودیم. این بازیافت‌ها تنها قسمی از یادگاری‌های تاریخی بودند که ما در این کشورها نسخه آنها را نمایش دادیم. البته نمایش آثارهای تاریخی آثارخانه بریتانیا با درخواست این کشورها صورت گرفته بود، ولی ما از جانب تاجیکستان هیچ درخواستی برای برگزاری چنین یک نمایش تاکنون نگرفته ایم. در صورت درخواست از جانب تاجیکستان ما این مسئله را مورد آموزش قرار خواهیم داد که تا کجا نمایش نسخه های اصلی خزینه عامو در تاجیکستان امکان پذیر است. اصلا ما تجربه نمایش دادن برخی از آثار تاریخی خود در دیگر کشورهای جهان را داریم، اما ما از جانب تاجیکستان درخواست نگرفتیم و تا هنوز در این مورد فکر نکرده ایم. خزینه عامو یکی از آثارهای گرانبهاترین آثارخانه بریتانیا دانسته می شود و روز آنها را صدها نفر تماشا می کنند. پیش از آنکه که ما آنها را به دیگر کشورها می بریم باید بیاندیشیم که به آنهایی که به بریتانیا در همان مورد برای دیدن آنها آمده اند چه پاسخی می دهیم. از طرف دیگر آوردن چنین یک بازیافت نادر تا تاجیکستان شرایط خاصی را طلب می کند تا به آسیب به اینجا برسند و باز به آسیب از اینجا برده شوند. سر این موضوع آوردن نسخه های اصلی بحث زیادی موجود است که تا حال ما در این باره فکر نکرده ایم. ما وقتی برای نمایش آثار آثارخانه خود را به جای میبریم، شروع از منفعت مالی تا به خطری آنها با آثارخانه های دیگر کشورها موافقه میکنیم. البته آثار تاریخی خیلی نازک است و در ساده ترین مورد میتواند آسیب ببینند. در چنین حالت ما نباید توکلانه رفتار کنیم. پیش از آنکه که ما آثار خود را برای نمایش به دیگر کشور میبریم باید 100% به آسیب نرسیدن او باید باور حاصل کنیم. شکل پره این صحبت را در سایت اینترنتی رادیوی آزادی تماشا کنید. یک خبرنگار تلویزیونی دولتی تاجیکستان معاون رئیس شهر وحدت تعیین شده است. فرزانه خوجایوی 28 ساله تا زمان تعیین شدنش به وظیفه بلند خبرنگار شبکه یکمی تلویزیونی تاجیکستان بود. فرزانه خوجایوی اکنون مسئول اجرای برنامه‌های فرهنگی و کار در امور زن و عائله می شود. در هیئت حکومت تاجیکستان زنان مسئول وظیفه‌های بلند کم شمارند. در دوشنبه شام 24 سپتامبر محفل گرامی داشتی رهبران شهید افغان سابق رئیس جمهوری برهان‌الدین ربانی و رهبر ائتلاف شمال احمد شاه مسعود برگزار شد. از کشته شدن ربانی اینک 3 سال و مسعود 13 سال گذشته است، ولی تا هنوز نقش این شخصیت ها را در متحدسازی مردم افغانستان و تلاش آنها برای صلح تاجیکستان در سالهای 1992 مهم ارزیابی می کنند.
اتحادیه فوتبال آسیا خورشید بکنظرف حمایتگری تیم تاجیکستان را برای 30 روز از حق شرکت در فوتبال و دیگر فعالیت‌های مربوط به آن محروم کرد. تشخیص نشان داده است که خورشید بکنظرف 20 ساله داروی توانبخش ممنوع برای استعمال ورزشگران یعنی دوپینگ را استعمال کرده است. این تشخیص در روزهای اول شروع رقابت‌های فوتبال در بازی‌های 17 آسیا در اینچخان کره جنوبی انجام شد. برای تماشای شکل پرره‌ای این نوار و دریافت اخبار بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفن همراه مراجعت کنید.